مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. آقا درود بر شما، امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. تو دایرکت ها و توی پیام ها اینقدر برای من پیام اومده که آقا ماجرای ربوده شدن و گروگانگیری پدر آیسان اسلامی چی شده، یه جزئیاتی بده، چون هنوز این خبر آنچنان باید شاید وایرال نشده، ولی میدونم در طول این چند ساعت آینده حسابی این خبر تو فضای مجازی وایرال میشه و موجی از سوالا میاد. گفتم آقا پیش این ویدیو رو بذارم که آقا خواستید ببینید که دیگه آقا اینقدر از ما سوال نپرسید، چون هر اتفاقی که میفته فکر کنم مرجع سوالات دوستان میشه رسانه پشت پرده و اتفاقات پشت پرده‌ای که میخوام بدونن ماجراش چی بوده. تقریبا اواخر اسفند ماه بود که یه خبری حالا کمابیش رسید به رفقای نزدیک آیسان اسلامی که پدرش رو تو ایران گروگان گرفتن. خبر رسانه‌ای نشد به خاطر اینکه آیسان اسلامی و نزدیکانش نمیخواستن این قضیه رسانه‌ای بشه، چون میخواستن کارهای اطلاعاتی امنیتی رو انجام بدن و اینکه نمیخواستن که سرنخهایی که دارن از دست بره. گروگانگیرا پدر آیسان اسلامی رو که حالا اونجوری که خود آیسان هم میگه درگیر اعتیاد و مواد مخدر هم هست رو گروگان میگیرن و مبلغ 100 میلیارد تومان به صورت تتر از آیسان اسلامی به نوعی باج میخوان و میگن که اگر میخوای پدرتو دوباره ببینی و اصطلاحاً سالم ببینی بعد 100 میلیارد تومان پول بدی به ما. بعد از اون آیسان به توسط حالا فامیلای حالا عموش، پسر عموش و کسایی که بودن پیگیر این قضیه میشه. دستگاه اطلاعاتی امنیتی وارد کار میشه. چند تا از سلبریتی ها و بازیگرا از جمله پرویز پرستویی، افشین پیروانی و افراد دیگه ای هم که توی اون سیستم به نوعی حالا ارتباطات خوبی دارن پیگیر این موضوع میشن و بعد از اون هم پدر آیسان اسلامی آزاد میشه. اما اونجوری که حالا شنیده شده که چجوری این گروگانگیره رو گرفتن و ردش رو زدن رو به طول این ویدیو به شما خواهم گفت. تصویر قدیر، شخص معروف حالا این روزهای اینستاگرام به واسطه پسرش آیسان رو میبینید. این فیلم لحظه آزادیشه. اول فیلم لحظه آزادیشه ببینیم که حالا خدا رو شکر میکنیم که آزاد شد و امیدوارم که هیچ وقت ما شاهد همچین اتفاقات عجیب و غریب و کثیفی توی ایران نباشیم. اول فیلم لحظه آزادیشو ببینیم، بعدش بریم صحبت آیسان هم بشنویم. ناراحت نباش، ناراحت یه بغل بهم بده ببینم. یه بغل ببینم. دوست داریم. ما بهت قول دادیم چند روز پیش، گفتیم پدرتو پیدا میکنیم، قسم خوردیم، الان پدرت پیش ماست. استرس نداشته باش قدیر، تموم شد همه چی. خیالت راحت. دستش میلرزه. ببینم آقا که تو ببینم اسم تو ببینم. باورم شما اینجا شجوری پیدا کردی اینجا رو؟ خیلی پولیسی. بله بچه آها یه ذره خیلی پولیسی. این آیسان هم فکر کنم این شیرین زبونیشو از این باباش یاد گرفته. ای جانم، امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق برای کسی نیفته و چون دیگه تو ایران هم انقدر شرایط سخت شده، انقدر شرایط اقتصادی عجیب و غریب شده، یعنی یه سری آدم ها به خودشون اجازه میدن که این کار رو انجام بدن. حالا حکم آدم ربایی تو ایران بسیار سنگین، حالا اگه با سلاح گرم باشه چیزهای مختلف هم همینطور. بریم صحبت آیسان بشنویم و من بهتون میگم که چجوری دستگاه اطلاعاتی امنیتی میتونن آدم ها رو رصد بکنن. حالا من با پرسجویی هم که کردم تقریبا سری دیتا دست اومد که چجوری پیداش کردن. اما قبلش هم میگم حتما این کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، چون این مقدار فکر کنم جدیدن یادتون رفته، تنبل شد سابسکرایب نمی‌کنید، لایک نمی‌کنید، به اشتراک نمی‌ذارید. بریم صحبت‌های آیسان رو بشنویم، بیایم به صحبت تقریبا طولانی و توضیحات خیلی فکر کنم به جا درستی داره نسبت به این اتفاقات و اینکه آدم وقتی اتفاقا براش میفته اینقدر هیجانی نباید رفتار بکنه تو سوشال مدیا، وایسه که نتیجه رقم بخوره و بعد از اون بیاد رسانه‌ای بکنه. البته اینم توصیه‌ای بوده که فکر می‌کنم دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران به خودش کردن که بتونن پدرش رو سالم و دقیق بتونن جای گروگانگیرا رو شناسایی بکنن. ببینیم.
آقا خداوند و 100,000 مرتبه شکر میکنم، سپاسگزار پروردگار مطلقم که 10 دقیقه پیش من جلوی مردم با تو صحبت کردم، تو کار من انجام دادی. یار و یاورتم تا آخر عمرم. اگر بتونم هر یک دونه آدم به سمتت بیارم نوکرتم هستم. آقا به لطف پروردگار، به کمک همه چرا این ارتباطات ما مشتیا با معرفتا مشکل من حل شد، همه چی برگشت به زندگی نرمال. هر موقع به من اجازه صحبت بدم من میام با شما صحبت میکنم. 7 روز 7 سال پیر شدم، 70 سال یاد گرفتم. مادرم مرده، نباید این حرفو بزنم، درست نیست. خار مادرم گاییده شد 7 روز. 7 روز جلوی دوربین نیومدم، یه حرکت نکردم که قلب یه نفر رو درد نیارم. تک و تنها رفتم با هزار تا فشار حاجی. با این آرش یار و یاور من بغل من بود حاجی. من هر موقع به من گفتن اجازه دادن من میام به شما توضیح میدم حاجی. همه چی درست شد، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. هر گوش من برگشت سر جاش، قلب من نبود، از توی سینه برده بودن، قلب من برگشت تو سینم به لطف پروردگار مطلق. 7 روز با من بازی کردین، گفتم میگیرمتون بلا نسبت مردم فارسی زبان، گفتم میگیرمتون. فکر کردین که من الان تو آمریکام، گفتین که این بیکسه دیگه، همه که فوش میده و اینا. 7 روز نخوابیدم، 7 روز استرس کشیدم، 70 روز زجرتون میدم، تک به تک گرفتمتون خارکسه. گفتم بعد خدا وکیلی ببین، از تمام سینه سوخته های ایران، از تمام لاتای ایران، از تمام مهندسای ایران، دکترا، بازیگرا، قصابا، فوتبالیستا، تمام کسایی که با شاه خدا بیامرز فالوده نمیخورن، قلب منو فهمیدن، منو دوست دارن، با من نه جنگی دارن نه دعوایی دارن. آدمایی که برادرای خودشونو فالو ندارن منو دوست دارن، به من محبت میکنن، چون من از ته قلبم تمام زندگیمو میذارم وسط. من کل زندگیمو 2.5 سال لایو گذاشتم با مردم. بعد حق منه شما حالا با شما که نه، شما برادر خانواده منی، بعد حق من آیسان اسلامی شما با من این کارو بکنین. این درسته؟ ایران میدونن تو قلب پدر من باتری بود، ایران میدونن پدر من معتاده، ایران میدونن پدر من 49 کیلو وزنشه. این درست؟ مثال میگم کسی که از ته قلب میاد محبت میکنه، میدونین که اگر من توی همین اینستاگرام اعلام میکردم این گردن من بره به روی مادر جوانم، مردم ایران، مردم افغانستان میومدن تو ایران، تک به تک خونه ها رو میگشتن. من باید ذره بگم آروم بشم، من خار مادرم 7 روز گاییده شد. این حق منه آخه مگه؟ من دارم از زندگی، من یه زندگی شخصیمو دارم حالا میراد نداره که، ولی میخوام اینو بگم بابا، من قدیر، شوکت، خانواده من، ما بابا 3-4 نفریم، همه مریض، همه داغان، اومدیم با مردم ایران، مردم فارسی زبان داریم زندگی میکنیم، همه چی ما روی اینجوری. بعد با ما این مثل اینه میمونه که من ببین حالا آیسان اسلامی رسانه داره، میتونه بیاد اینجوری درد و دل کنه. اگه نداشت من نمیدونم. ببینیم حالا منم با مادر بزرگم دارم زندگی میکنم، شما بیاین بزنین مادر بزرگ من لط و پار بکنین، بعد منو جلوی مادر بزرگم بگیریم بکنین. خب این خدا نمیاد بالا سر شما برادر. و منی که هرچی دارم که دارم با همه میخورم، که من اصلا چیزی مگه تنها میخورم؟ آخه مامورینو که الان اسم نمیبرم چون نمیدونم میخوان یا نه، من دستشون رو میبوسم همه رو. پرویز، آقا پرویز پرستویی، آقای افشین پیروانی، شما 2 نفر به روح مادرم، به جوانیم قسم، کلیه امیدوارم یه روزی نخواستین. اگر کلیه خواستین
مردانگی و شرافتم جلوی 20 میلیون بیناموسم اگر فقط یه آزمایش بدین خون من خورد این کلیه تقدیم به شما 2 نفر. خیلی مردین. آقای افشین پیروانی، آقای پرویز پرستویی، عمو افشین پیروانی، عمو پرویز پرستویی. چرا میگم کلیه میخواین بهتون میدم؟ چون قلب منو برگردوندین سر جاش. بقیه هم میگم یه 4-5 تا رفیق پیدا کردم توی نوشهر که همون پلیسن. نمیدونم اصلا میتونم اسمشون رو بگم یا نه، بخوام بپرسم نمیخوام خدای نکرده. حالا چون میدونید داداش یه چیزی من به شما بگم الان عرض میکنم، شاید دوباره بگین چرا این هم. من با جمهوری اسلامی زاویه دارم، حال نمیکنم، خوشم نمیاد از آدمای ریشو، خوشم نمیاد از آدم ملا، میترسم، استرس میگیرم، خوشم نمیاد. آقا خوشم نمیاد، چیکار بکنم؟ خوشم نمیاد. ولی با این آدمایی که به من کمک کردن هیچ مشکلی ندارم. همشون به من گفتن ما تو رو دوست داریم. انگار قلب ما رو بردن. 7 روز عید خونه نرفتن. 30 نفر آدم 6 روز خونه نرفتن دارن کار میکنن. 6 روز من دارم شب و روز تلفن صحبت میکنم، از 1 شب بیدارم تا 6 صبح. هم من همین آرش. پسرعموی من محمد، جان من فدای تو. امیر روحانی که 22 سال سنشه، یعنی از امروز به این ور، یعنی جان منو بخوان در خدمتشم. این 4 نفر رو عمو پرویز پرستویی من، عمو افشین قلب من، محمد جان پسرعموی من، برادر من، با امیر روحانی برادر من، این 4 نفر اینا رو میدونم اسمشون رو ببرم. جان من فدای مردانگی شما. خدایی من بودم اینجور نمیتونستم 7 روز نخوابم. بقیه هم که نمیدونم، باید بپرسم، نمیخوام اسم ببرم، دوباره میگم نمیخوام خدای نکرده براشون مشکلی پیش بیاد. ولی فقط یه چیزی به شما بگم، با هر آدمی تو ایران من صحبت کردم، از اطلاعات، آگاهی، این اون این خدا میدونه به جون همون قدیر پدرم که 7 روز قسم نخوردم جان قدیر، الان میگم به جان قدیر قسم، هر کدومو گفتم الو گفتن سلام آیسان جان، همه میشناختن، همه یه چیزی به من گفتن حالا آقا ما افکار ما با هم فرق داره ولی خداپرستی تو رو ما دوست داریم که صبح خدا رو میپرستی. خدا به جون پدرم قسم. گفتن آقا ما علنا یارو به من گفت داش مأمور دولت دیگه، آقا من با تو سر یه سری چیزا حال نمیکنم. منم گفتم داش منم با شما حال نمیکنم، رو بذار بگم. گفتم ما داریم جوابمون رو انجام میدیم، کارمون رو انجام میدیم، ولی فقط یه چیزی بهت بگم، انقدر خداپرستی، انقدر از ته قلب خدا رو دعا میکنی، خداپرستی تو رو من دوست دارم، نه یه نفر، همشون. میگم دوباره نمیتونم اسم ببرم ولی همه دست به دست هم دادن، همه حال دادن. دوباره میگم آقای پرویز پرستویی، ندیدم تا حالا، 30 سال میشناسمت، 38 سال میشناسمت، خیلی مردی، خیلی مردی که 6 روز زندگیت زدی تو نوشهری، خیلی مردی، خیلی مرد، 6 روز شب و روز تو آگاهی، خیلی مردی. آقای افشین پیروانی خیلی مردی، تیمت بازی داره راه میفتی میای این کارا رو میکنی، اسمت تریلی 18 چرخ شما 2 نفر رو نمیکشه، بلند میشین میاین اونجوری جلوی آگاهی نوشه، خیلی مردین آقا. یعنی دارم بهت میگم. و اون بچهای آگاهی نوشهر و تمام اونایی که اسم نمیخوام ببرم، حالا همین آقا اسم نمیخوام ببرم، میگم دو که زبون میخوام بس ببرم میترسم بعد 2 روز بهشون گیر بدن، ولی ازشون میپرسم اجازه دادن، تشکر میکنم ازشون. آره دیگه همین دیگه داداش من دیگه خواستم بگم دیگه آجی سبک شدم ولی هنوز حالم خوب نیست آجی. باید برم الان یه لحظه خونه، میخوام برم سن آنتونیو، یه لحظه میخوام برم خونه، بعد یه رو 20 دقیقه با خدا راز و نیاز بکنم آجی، باید بشینم یه راز و نیاز بکنم آجی، خدا رو 100,000 بار شکر. ولی یه چیزی بچه‌ها یادتون نره، هر چقدر که بزرگ میشی، حالا به هر دلیلی مشکلاتت هم همونجوری پیش میاد. چیزایی که من تو زندگیم دارم باش دست پنجه نرم میکنم، خدا وکیلی هروئینی نمیشم، به عشق شماست، به روح مادرم
الان 7 روزه به من میگن آیسان میدونیم از سوشال مدیا خسته شدی یه ذره. نه آقا سوشال مدیا خسته شدی چیه؟ من یه مشکلی داشتم، خدا رو 100,000 خدا شما رو برای من حفظ بکنه. حاجی قوت قلب بودین این چند روز با من بودین، حداقل خدا شما رو حفظ بکنه، همه شما رو خدا حفظ بکنه، عاقبت به خیر بشین الهی آمین. آقا من صبح داشتم استوری میگرفتم، یه چند تا رفیقای من زنگ زدم، من قاطی کردم حاجی، شرمنده دیگه درک کنین دیگه، من یه ذره حال مالم میزون نبود. آره الان یه بعد 6-7 روز تازه اوضاع من بهتر شد دیگه، شرمنده اگه موقع دیگه بد حرف زدم، گفتم آقا رفیقای من زنگ نزنین فلان نکنین، شوخی کرد. آیسان بود در خصوص گروگانگیری پدرش. اما اینکه چجوری پدرش رو پیدا کردن، داستان از این قرار هستش که گروگانگیرها از طریق پلتفرم واتساپ با آیسان تماس میگیرن و حالا روایت‌های مختلف هم وجود داره دیگه بعداً، چون یه سری چیزاش سانسور اطلاعاتی امنیتیه، ولی خب از پلتفرم واتساپ با آیسان تماس میگیرن و درخواست 100 میلیارد تومان پول میکنن به صورت تتر که بعد آیسان بده، و آیسان هم که بچه گندلات اصلا تو این کتش نمیرو. نوشهر و دستگاه اطلاعاتی امنیتی آگاهی نوشهر هم وارد عمل میشن و رد گروگانگیرا رو از طریق واتساپ میزنن. این واتساپی که شما میگید خیلی خفنه و نمیدونم شنود نمیشه و اینا، از طریق پلتفرم واتساپ میتونن رد گروگانگیرا رو بزنن که گفته میشه که 4 نفر بودن و یه زن و شوهر هم داخلشون بوده و توی تهران اینها رو بازداشت میکنن و میگیرن این افراد رو و شناسایی میکنن و به همین راحتی لوکیشنشون پیدا میشه. البته خب همچین به راحتی هم نبود، ولی میخوام این نکته به شما بگم، این پلتفرم واتساپ و چیزهای مختلف که شما میگید امنه، نه، اگه بخوان میتونن ازش استفاده بکنن، حالا یه جایی برای پیدا کردن یه عزیز شما و یه جا هم برای شنود کردن. و به حال وقتی یه پلتفرمی رفع فیلتر میشه یعنی امتیازهای لازم رو داده برای رفع فیلتر شدن، یعنی دسترسی های لازم. حالا این دسترسی ها میتونه شنود باشه، میتونه کنترل باشه، میتونه پرینت چت های شما باشه یا هر آن چیزی که شما فکر میکنید، چون شما لوکیشنتون به صورت لحظه‌ای تو تمام این پلتفرم ها ثبت میشه. کافیه باش آنلاین بشید و تماس بگیرید. از طریق اون میتونن آی پی آدرس شما رو بزنن، از طریق اون میتونن لوکیشن شما رو بزنن و برن جلو. مثلا توی داستان سرقت صندوق امانات بانک که چند وقت پیش هم اتفاق افتاده بود، دزدا رو تونسته بودن از طریق شنود و از طریق تلفن هایی که اینها انجام دادن از داخل بانک پیدا بکنن. دیده بودن که آقا تو اون ساعت چه کسایی تو بانک از تلفن استفاده کردن یا تو اون محدود از تلفن استفاده کردن و تونسته بودن با ذخیره دیتاهای آنتن های BTSی که اونجا وجود داشته دزدا رو پیدا بکنن، که حالا قبلا هم راجع به این قضیه به شما توضیح داده بودم. اما امیدوارم که حالا هیچ وقت این اتفاق نیفته. توضیحات آیسان رو دیدید، شنیدید. حالا من میپرسم از خودش جزئیات بیشتر، اگر دوست داشته باشه خودش توضیح میده، حالا توی پلتفرم خودش، تو پیج خودش، اگر هم خواست به ما میگی که ما به شما بگیم. و امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق نیفته، ما مملکت از فقر و بدبختی و گشنگی نجات پیدا بکنه که هیچ کسی دست به همچین کارهایی نزنه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید و ممنون که با من هم بودید. خیلی مخلصم.